خیلی جالبه. امروز داشتم سهام خودروسازای آلمانی رو می‌دیدم. 4 تا از بهترین و معروف‌ترین خودروسازای آلمانی و اتحادیه اروپا و حتی دنیا. این اولی BMW هست، بایوش موتورنورک آگه مرسدس بنز، این یکی پورش و این یکی هم فولکس واگنه. اینا بعد از این ریزش‌های خیلی بدی که اتفاق افتاده، حداقل هر کدومشون 20% رشد داشتن. چیزی حدود 4 تا 20 تا 80% تو سود هستن. به لحاظ ارزش اسمی هم حالا برام جالب بود مقایسه کنم ببینم الان تا 100 تا هم فولکس واگن رسیده و یه جورایی پرچم داره. اون آقایی که میرفتی با پورش و BMW یا بنز عکس مینداختی، شاید الان وقتش باشه که با خود شما شاید الان وقتش باشه که بری با فولکس واگن عکس بندازی. بعد از فولکس واگن حالا خیلی به هم نزدیک هستن، 9800 هم تقریبا 108. بعدش BMW است و بعدش بنز به لحاظ ارزش اسمی هولوش 60 تا 60 خورده و بعدش هم پورشه. از اون آقایی که میری با پورشه عکس میندازی، وقتش که بیای با فولکس واگن عکس بندازی. خب این از خودروسازای آلمانیمون. جالب بودین برام، گفتم شیرش کنم با شما. دیگه پرونده سال 2025 هم داره بسته میشه و وارد سال جدید میشیم. من به عنوان هدیه دوست دارم سیگنالای این اکانت که به اسم کریمو هست توی فارکس فکتوری رو، این سیگنالا رو 1 ماه تا تقریبا اواخر ژانویه به صورت رایگان به شما هدیه بدم و به عنوان هدیه سال نو برای تمام دوستان و عزیزانی که توی کانال هستن و همراه ما هستن. خب این چیه؟ این یه حسابیه که لایو و پروفیت فاکتور 56 164 تا ترید و وین ریت 95%. اکانت هم که گفتیم لایو. اما چجوری میتونید حالا تو این 1 ماه از سیگنال ها استفاده کنید؟ توی فارکس فکتوری باید این اکانت رو سرچ کنید، کریمو. چرا کریمو؟ کریمو کبریت. اینو حالا آخر ویدیو بهش میپردازیم. اینو میتونید توی فارکس فکتوری سرچ کنید و سابسکرایب کنید. وقتی سابسکرایب کنید میاد این زیر و میتونید سیگنال ها رو ببینید و استفاده کنید و هدیه بگیرید. اما چرا کریمو؟ کریمو، من احسان عبدیپور، یکی از گوینده‌های خوش‌ذوق بوشهری، پادکستی داره به اسم کریمو کبریت. من اینو شنیدم، خیلی دوستش داشتم و اینقدر اینو دوست داشتم که باعث شد که یه اکانت به این اسم بسازم. حالا یه قسمت کوتاهی از این پادکست رو دوست دارم براتون پخش کنم و بعدم ویدیو رو به اتمام میرسونم. وقتی یک معلم تاریخ در شوروی سابق اول سال میرود اتاق مدیر، کتاب را میکوبد روی میز و میگوید آقای مدیر، من نمیتوانم توی این مملکت تاریخ درس بدهم من بعد. چرا آقای معلم؟ مدیر میگوید این را. میگوید چرا آقای معلم؟ آقای معلم میگوید چون که نه تنها آینده بلکه گذشته ما هم قابل پیش بینی نیست آقا. مدام دسته‌بندی خوب و بد یا حتی بود و نبود قبلی ها تغییر میکند. این کتاب 2 سال عین هم تدریس نشده. رابطه من و کریمو کبریت تقریبا، حالا نگویم 100%، ولی خیلی درصد یک اینطور چیز غامضی بود. ما مدام در انکار هم بودیم. از آنجا که اسمش سوال ایجاد میکند توی ذهن، همینجا توضیح بدم که ابداً قصه خاصی ندارد. کریمو کلکسیون کبریت داشت. تیکش همین بود که کبریت بکشد روی سیمان و هر چیز زبری شعله بکشد و پرت کند. به 100,000 شکل متفاوت میتوانست کبریت روشن کند. در کل به نظر من مسخره ترین قسمت شخصیتش بود. بگذاریم. من و کبریت سر ویتنی استون، دختر وسطی سلمان قنات، سر جمیله، به اساسی ترین درگیری زندگی من تا آن روز رسیدیم. میگویم تا آن روز چون جلوتر که آمدم در زندگی منظورم است، به 100,000 چیز و مسئله اساسی تر پی بردم. به این پی بردم که مبارزات عشقی مبارزات عبث و بیدلیلی هستند. یک مبارزه عشقی به هیچ عنوان جزو خانواده سلحشورها به حساب نمی آید. ابداً. مبارزه بر سر یک زن به حمله و لشکرکشی برای فتح سرزمینی میماند که به محض تصرف شروع به تبخیر شدن و ابر شدن میکند و به آسمان میرود. این در حالی است که اگر آدم بهش نزدیک نشود تا ابد میتواند بایستد در ساحل این سوی دریا و از دیدنش مالامال هر حس لذت بخش یا جان بخشی که بخواهد بشود. آدم تا به کرانه های 70 سالگی نرسد پی به این راز غریب نمیبرد که به حالش بهتر آن است که عشقش را طی یک ماجرای خیلی درامدار و موزیک خور از دست بدهد و آن وقت تا قبر حسرت به دلش بماند.
حتی اگر آن زن در خانه یک مرد دیگر باشد و دمکش دور در دیگ دمپخت مرد دیگری بگذارد. شونه های تو دلیل گریه های آخرم شد، پیش تو پهلو گرفتم، دستای تو لنگرم شد، من گذرنامه نخواستم، زندگیم بی حد و مرزه، قلبی که تو سینه دارم دیگه آسون نمی لرزه. اینجا تا به بندر خیلی راهه، دریا پر موج و بمبک زیاده. من و کبریت پیشاپیش سال بسیار خوبی رو سال 2026 برای همه شما آرزو مندم. تا دیدار دیگر، بدرود.